الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 15 از شرح کتاب الرازیان عقیده دو رازی ابو حاتم الرازی وفات کننده 277 هجری و ابو زرعة الرازی وفات کننده 264 هجری است و ما رسیدیم به موضوع جدید، به موضوع چهارم. زیرا موضوع اولی ما ایمان بود، موضوع دومی ما بارک الله فیکم اثبات صفت کلام الله سبحانه و تعالی بود و موضوع سومی ما که صحبت کردیم درباره تقدیر بود، القضاء والقدر بود. حالا به اذن الله سبحانه و تعالی موضوع ما دیگر موضوع است که این ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی میگویند. قال الرازیانی، گفت دو رازی، هر دوی رازی گفتند. هر دوی رازی را شما فهمیدید، ابو زرعة الرازی، ابو حاتم الرازی، هر دوشان گفتند که و خیر هذه الامه بعد نبیها علیه الصلاة والسلام ابو بکر الصدیق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن ابي طالب رضی الله عنه و هم الخلفاء الراشدون المهدیون. بهترین این امت و خیرو، بهترین این امت بعد از نبیش علیه الصلاة والسلام، بر او صلات و سلام و درود باد، ابو بکر صدیق است. بعد از ابو بکر صدیق عمر بن الخطاب است، عمر الفاروق. بعد از عمر عثمان ابن عفان است و بعد از عثمان علی ابن ابی طالب رضی الله عنهم است. و انمین 4 نفر را، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی الله عنهم را چی گفته می شود؟ خلفاء الراشدون المهدیون، خلفاهای راشد و مهدیون. البته حدیثی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده است که میگویند تمسکوا بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین، چنگ بزنید به سنت من و به سنت خلفای راشدین من. یعنی شما پیروی به سنت من بکنید، چنگ بزنید به سنت من و این چنین بعد از سنت چنگ بزنید به همون حیات، کار، فعالیت، سنت هایی که این خلفای راشدین انجام میدن. اینها 4 نفر هستند که خلفای راشدون از نظر عقیده اهل سنت و الجماعت انمی 4 نفر رو خلفای راشدین گفته میشد. بارک الله فیکم. این بود سخنی کوتاهی ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی در حق صحابگان و عقیده اهل سنت و الجماعت. بله، همه سلف این امت به همین عقیده هستند و این یکی از اصل عقیده اهل سنت و الجماعت است. اما شما بگویید که چرا اکنون به مسئله صحابه داخل شدیم؟ چرا مسئله صحابه رو تأخیر گذاشتیم؟ اول درباره ایمان صحبت کردیم و در آخر یا که در اینجا شروع کردیم به مسئله صحابه. علما میگویند که مذهب سلف صالح همون بود که از موضوعی از همه مهمتر و بدعتی که منتشر شده است چی میکردند؟ کتاب نویسی رو شروع میکردند. اولی موضوع رو در این کتاب هم ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی رحمهم الله اول ایمان بیان کردند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مسئله ایمان، اختلاف در ایمان مشکلی
و اهل بدعت منتشر شدنشان در باب ایمان به نهایت واضح بود و در زمان این هر دوی این رازی بارک الله فیکم مسئله ایمان یکی از مشکل ترین مسائل بود. برای همون در اول مسئله ایمان رو ذکر کردند و بعد از این یکی از مشکل ترین اعتقاد بدعتی و کفری که منتشر شده بود و همه جا را به بلا و مصیبت گرفتار کرده بود، این بدعتی خلق قرآن یا کلام الله مخلوق است گفتن و بعد از این در مسئله قدر جبری ها و قدری ها به وجود آمدن بود. از همین جهت اولین مسئله های بزرگ و مسئله های یعنی منتشر شده مسئله های بدعتی ذکر شد و بعد از این آمدند بیان کردند مسئله چی را؟ صحابه را و در پایان ماندند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یعنی اختلافی نبود در بین سلف صالح، هیچ اختلافی نبود که صحابگان افضل ترین امت هستند و الله از اونها راضی شده است و قرآن خودش فضل اونها را بیان کرده است. از همین جهت بدعتی اعتقادی در بالای صحابگان به نهایت کم بود. بارک الله فیکم. پس البته بعضی از بدعت های هست که بعد از بدعتی یعنی بعضی از بدعت خوارج ها، بعضی از بدعت رافضه ها نسبت صحابه به وجود آمده است، اما بدعت اعتقادی را به مانند بدعت توحیدی در بالای توحید بعضی ها گمراه شده اند، در باره مثلا بگویم کلام الله، در باره تقدیر که به مشیتی و اراده الله تعلق دارد، پیش از این مسئله صحابه ذکر میکنند. بارک الله فیکم. در اولی امر، اولین وقتی که بدعت طعنه صحابگان به وجود آمد، اولین کسانی که صحابگان را به طعنه زدن و به همچنین چیزها شروع کردند، این عمل را همچون عبادت انجام نمیدادند، همچون عقیدوی انجام نمیدادند و اصول دینشون یا که اصول عقیده اشون نمیگفتند. طعنه زدن به صحابگان در اول به خاطر دنیا یا مشکلی از دنیا همچنین شروع شده بود و کسانی که بعضی از سخنها را در حق صحابه ها گویند هم لیکن روایت های صحابه ها را قبول میکردند، از جانب دیگر احترام میکردند و غیره. اما بالاخره آهسته آهسته طعنه زدن به صحابگان رضی الله عنهم، به شاگردان رسول الله و حتی به زنهای رسول الله صلی الله علیه وسلم و به خصوص مادرمان عایشه رضی الله عنها شروع شد و این طعنه زدن را از جزئی اصول اعتقاد میدانستند، به مانند رافضه ها و به مانند یکی از شاخه های غلو کرده مثلا خوارج ها، ازارقه ها که صحابگان را تکفیر میکردند و غیره. و بعد از همین که این عقیده های باطل شد، همه علمایی که درباره عقیده بارک الله فیکم کتاب می نوشتند، رساله می نوشتند، حتما درباره فضل صحابه صحبت می کردند. حتما فضل صحابه، دانستن قدر صحابه، دانستن عقیده اهل سنت نسبت صحابه، این به من شما واجب است. و البته الرازیان، ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی، پیش از بیان کردن فضل صحابه رضی الله عنهم فضل رسول الله صلی الله علیه وسلم را ذکر نکردند. بعضی از علما میگن اگر ذکر میکردند افضل و بهتر بود، اما صحابگان همه امت میداند که پیامبر صلی الله علیه و سلم افضل ترین پیامبران هستند و در این مسئله میگن هیچ اختلافی نبود. از همین جهت درباره فضل رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ چیزی ننوشتند، یک باره درباره فضل صحابگان نوشتند، در حالتی که صحابگان فضیلتشون از کجا به وجود آمده است. چرا صحابگان فضیلت دارند؟ چرا افضل ترین امتن؟ به خاطر همنشین با رسول الله شدند. فضل صحابگان فرع از فضل رسول الله صلی الله علیه و سلم است. منزل صحابگان، منزلت و قدرشون و فضلشون فرع از منزله رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بارک الله فیکم. و مسئله دوم این است که
نوشته های سلف صالح چگونه بود. یعنی سلف صالح وقتی که کتاب می نوشتن، البته چیزی که در حلقه اول گفتیم، کتاب های سلف صالح مختصر بود، هزارها صفحه نمی نوشتند، مختصر بود. کتاب اصلی ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی این هم یک 15 صفحه و 30 صفحه است. یعنی اگر بنگریم یعنی به بعض تحقیقاتش زیادتر است و غیره و غیره، 15-20 صفحه است. اما وقتی که امت ضعیف شد شرح میدهند و این چند صد صفحه می شود. و سلف امت دومین خصایصشون این بود که وقتی که کتاب می نویسند یا که درباره عقیده بالخصوص کتاب می نویسند، آنها فقط رد می زدند به همون بدعت های در زمانه شان برآمده و چیزی زیادتی را که حالا به وجود نآمده است و سخنهای زیادتی نمی زدند. مثلا در زمان ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی اعتقاد بدعتی ایمان برآمده بود، مرجئه های غلط. از همین جهت یکم ایمان رو اعتقاد باطلی جهمی و این معطله ها درباره کلام الله برآمده بود، این مسئله رو رد زدند. یعنی عقیده قرآن و سنت و سلف صالح رو بیان کردند، عقیده تابعین و تبع تابعین رو بیان کردند. بعد از این مسئله قدر رو بیان کردند، به خاطر اینکه در مسئله قدر معتزله های غلات قدری و جهمی ها و جبری به وجود آمده بودند. و بعد از این مسئله صحابه ها رو ذکر کردند، زیرا که مشکلی در همون وقت بود و به وجود آمده بود. پس سلف صالح در هر یک موضوع عقیدوی که می نوشتند، موضوعی رو می نوشتند که در همون روز برآمده باشد. وقتی که بدعت به وجود می آمد، سلف به خاطر رد زدن همون بدعت کتاب می نوشتند و عقیده صحابگان رو بیان میکردند. از همین جهت یک مسئله هست، بعضی ها میگویند که مدخلی ها به ما میگویند یا که بعضی از قبوری حزبی ها میگویند که چرا از سلف صالح در مسئله عاذر المشرک کتاب نیست؟ چرا یا در مسئله جهل عذر نبودنش، در مسئله شرک اکبر و کفر اکبر ظاهر یا که تقلید و تعویل عذر نبودنش، در مسئله شرک اکبر و کفر اکبر از سلف صالح کتاب نیست؟ ما میگیم که در زمان سلف صالح یگان نفر نبر آمده بود که یگان این بدعت در زمان سلف صالح به وجود نآمده بود، ظاهر نشده بود که بگوید کسی بگوید که هر کسی که شرک اکبر را میکند، کفر اکبر ظاهر را میکند، جهل عذر است و او در این دنیا مسلمان است. این سخن را هیچ کسی نگفته بود و هیچ کس عذر مشرک را عذر نمیداد. از همین جهت در این مسئله سلف صالح کتاب ننوشتند یا در کتاب‌ها جا نکردند. اما سخن‌هایشان است در این مسئله، سخن‌های جداگانه وجود دارد. اما این مسئله مسلم است، این مسئله اتفاقی است. چخیلی که ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی در اینجا فضل پیامبر رو ننوشتند. ما نمیگوییم که فضل پیامبر رو اقرار نکردند، نه، فضل پیامبر رو همه میدونست و حاجت به نوشتن نبود. بارک الله فیکم. پس از همین جهت ما باید در این مسئله خیلی هم احتیاط باشیم. بارک الله فیکم. پس مسئله پیامبر صلی الله علیه و سلم، احترام پیامبر صلی الله علیه و سلم، این یک مسئله مسلم بود، یعنی همه اقرار میکرد. از همین جهت ننوشته. ببینید ابو حاتم الرازی هم ننوشتند. و این چنین مسئله شرک بودنش و کافر شدن انسان، مشرک شدن انسان در مسئله شرک اکبر و مسئله کفر اکبر ظاهری بودنش، همه این مسئله باور نمیکردند. سلف صالح باورشون شاید نمی اومد که یک روز شود که یک جماعت برات که خودش رو مسلمان بگوید، پیروی سلف بگوید که مشرک مسلمان است. این چنین چیزی وجود نداشت. از همین جهت در این مسئله صحبت نشده است. اولین کسی که در مسئله جهل عذر بودنش گفت این جاحظ بود. البته در زمان آخر تابعین تبع تابعین جاحظ چی گفت؟ جاحظ نگفت که کسایی که شرک اکبر رو کنند، کفر اکبر رو کنند، در این دنیا و ها مسلمانند نگفت، بلکه گفت که در این دنیا و ها کافرند اما در آخرت و ها بخشیده میشوند یا که جهلشون عذر است. گفت سلف این امت به همین قولش هم جاحظ رو تکفیر کردند. جاحظ مشرک رو در این دنیا مشرک میگفت، اگر حجت رسیده باشد هم در روز آخرت میگفت او معذور است. از همین جهت سلف تکفیرش کردند. پس ببینید منهج سلف صالح همون بود که هر مسئله که مشکلیه که به وجود میبراید به همون مشکلی جواب میدادند و زیاد سخن نمیکردند.
بارک الله فیکم. از همین جهت شروع کردند ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی به مسئله ایمان و حقیقتش و زیادشوی و کمشویش و مسئله قرآن که این کلام الله هست، منزل به رسول الله هست، از الله شروع شده و به الله باز میگردد، و قضای قدر که این مسائل ها بین اختلاف شدید در خراسان و در تمام مناطق عالم اسلام به وجود آمده بود. بارک الله فیکم. این بود یک مسئله دیگر. پس اما آیا در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم امروز طائفه های گمراه شده وجود دارد یا ندارد؟ اگر گفتیم که در زمان سلف عادتاً در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم گمراه شده ها در اول در زمان تابعین تبع تابعین نبودند، یا که باشند هم بیناد اندک بودند، مشهور نبود. آیا امروز وجود دارد یا ندارد؟ بله. گمراه شدگانی که از امت محمد صلی الله علیه و سلم در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم گمراه شدند در دو باب است، یعنی به دو سبب در حق رسول الله گمراه شدند. سبب اول، باب اولی که با همین راه گمراه شدند، تحریف کردن سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم و مراد رسول الله صلی الله علیه و سلم را انکار کردن و قرآن و سنت را به فهم دیگر مخالف فهم رسول الله فهمیدن. تحریف کردن یعنی تغییر دادن، تعویل کردن. اکثر امروزه گمراه هایی که میبینید در بالای سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم گمراه شده اند، در فهم سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم گمراه شده اند. اونها سنت را رد نکرده اند یا سنت پیامبر را دروغ نشماریده اند. مشکلی این گمراه شده و این است که سنت رسول الله را تحریف کرده اند به نام تعویل میگویند، یعنی تغییر میدهند. ظاهر حدیث رو نمیگیرند، همون حدیثی که پیامبر گفتند میگویند که معناش دیگر بود، معناش رو دیگر میکنند از پیش خودشون. لفظی حدیث رو تحریف میکنند یا معناش رو تحریف میکنند. از همین جهت در قرآن و در سنت وقتی که ما نظر میکنیم میبینیم که ما را الله سبحانه و تعالی و رسولش از تحریف کردن قرآن و سنت، از تغییر دادن قرآن و سنت ما را چی کرده است؟ برحذر داشته است. به نهایت زیاد ما را بیم داده است که این کار را نکنید. زیادتر از تکذیب دیده. در قرآن و سنت وقتی که نظر میکنید الله و رسول ما را نگفته است که دروغ نشمارید کمتر است، اما تحریف نکنید، تغییر نکنید، تعویل نکنید، حق و باطل را آمیخته نکنید، به نهایت زیاد آمده است. زیرا الله سبحانه و تعالی به علم سابقش میدانست که این امت با همین سبب تعویل کردن و تحریف کردن به نهایت زیادی از اونها گمراه میشوند، واقع به بدعت و خرافات و کفر میشوند، نسبت به تکذیب دیده. از همین جهت امروز میبینیم که صوفی ها سنت را دروغ نمیشمارند، میگن که ما سنت قبول داریم اما معناش تغییر میدن. اشعری ها، ماتریدی ها سنت انکار نمیکنند، میگن که ما قبول داریم، نوری دیده اما معناش رو خطا میفهمند، گمراه شدند. باب اولی گمراه شده ها در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم این از سبب تحریف و تعویل است. و دومین سبب گمراهی اهل بدعت در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم این غلو است. از همین جهت ابن القیم الجوزی میگن که سبب گمراهی مردم دو چیز است. اولا افراط است، غلو کردن در محبت، یا که تفرید یا به احترامی کردن. اما میگن هر یک طایفه بدعتی که در اسلام وجود دارد همه اش از سبب غلو کردن در حب رسول الله، در دوست داشتن رسول الله و احترام رسول الله گمراه شده است. الله اکبر. پس برادرم و خواهر موحدم، دوستداری، احترام دایره خود را دارد. همه چیز دایره خود را دارد که الله به ما معین کرده است. دوست داشتن رسول الله هم احترام کردن رسول الله هم حدود خود را دارد. کسی که غلو میکند در دوست داشتن رسول الله، احترام رسول الله و رسول الله را از همون درجه و منزله خودشون دیده به بالا میبرد، حق الله را به رسول الله میتید، خصوصیت های الله را به رسول الله میتید، گویا که رسول الله را یک اله میگوید، به سر قبر رسول الله میرد و عبادت را انجام میدهد، قبله را به پشت سر میگذارد و دعا میکند، به طرف قبر نگاه میکند و از پیامبر میپرسد، از پیامبر طلب شفاعت میکند، خصوصیت های الله را، استغاثه، استعانه را به رسول الله میتید.
پس این غلو کرده در حق رسول الله و گمراه شده و مشرک شده است. چخیلی که دیگر امتهای گذشته انا همچنین عمل رو کردند و گمراه شدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم انا همین چیز رو به واسطه وحی فهمیده بودند. الله و رسول ما رو آشکار واضح از همین نمود غلو کردن در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم من کرد. حتی پیامبر گفتند لا تطرونی کما اطرتت النصارى عیسی ابن مریم انا عبد الله و رسوله قولوا عبد الله و رسوله. غلو نکنید در حق من، منزلت مرا از بوده ام بالا نبرید چگونه که نصرانی ها در حق حضرت عیسی علیه السلام غلو کردند و عیسی را اله گفتند. شما بگویید که محمد عبدالله هست، بنده الله هست و رسول الله هست، یعنی غلو نکنید در حق من. و در جای حدیث دیگر گفتند که لا تجعلوا قبری عیدا او اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد. ای الله قبر مرا وثن قرار نده که مردم آمده عبادت کنند. البته این دعای رسول الله صلی الله علیه و آله قبول شده است. امروز قبر پیامبر را هیچ کسی از نزدش قریب که رفته دعا کرده نمیتواند، همه در گرد و اطراف در بیرونش میکنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میترسیدند که یک روز شود که مردم قبر پیامبر را رود عبادت کند و دعا کند و دعا میکردند. و حتی گفتن لا تتخذوا قبر عید، قبر مرا عید قرار ندید، یعنی گشته و برگشته زیارت کردن نگیرید. پس بارک الله فیکم، امت اسلام، کسایی که خود را به اسلام نسبت میدهند، از دو جهت در حق رسول الله گمراه شدند. قسم اول سنت های رسول الله را تحریف کرده، تعویل کرده و معنی ها را خطا کرده و امت را گمراه میکند. و قسم دوم در محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم غلو کرده و بعد از غلو کردن رفته دعا کرده و بعد از این مولود گفته پیامبر می آیند و زنده اند و ما را گناهم را می بخشند. و این همه غلو است و این همه گمراهی است. و عادت امام های سلف، کسایی که تألیف میکردند، امام های اهل سنت و الجماعه، همین بود که اگر این بدعت ها در زمانشان باشد رد میزدند و جواب میدادند. اما این چنین بدعت ها در زمان این سلف صالح نبود. از همین جهت صحبت کردند درباره فضل صحابه، زیرا که درباره فضل صحابه خوارج ها برآمده بود، صحابه رافضه ها برآمده بود و رد زدن سلف صالح در کتابهایشان بر انمی خوارج ها و بر رافضه ها و اونها رو رافضه ها رو، کسایی که صحابه رو تکفیر میکنند، تکفیر کردند. اما درباره فضل پیامبر صلی الله علیه و سلم زیاد صحبت نکردند، زیرا که این مسئله یکی از بزرگترین مسئله است و واضح است و حاجت برای بیان کردن نبود. اما مسئله اینجاست، اما موضوع اینجاست که بارک الله فیکم، علما میگویند فضل الصحابه فرع عن فضل النبی صلی الله علیه و سلم. فضل صحابه ها فرعی هست از فضل نبی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. معنای سخن چیست؟ معنای سخن این است که چرا صحابگان فضیلت دارند؟ فضیلت صحابگان از کجا به وجود آمده است؟ به خاطر اینکه صحابگان با همراهی رسول الله بودند، فضیلت به وجود آمده است. فضل صحابه ها از رسول الله به وجود آمده است. اصل همه فضیلت ها، اصل همه درجه بالا مرتبگی ها، این صاحبش رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. صحابگان که به رسول الله ایمان آوردند، رسول الله را نصرت دادند، تصدیق کردند، اطاعت کردند و در همین راه وفات کردند، از همین جهت فضیلتشون به وجود آمد. یک قاعده هست، هر کسی که به آدمی افضلتر و بهتر و صالح میگردد، او هم تأثیر میگیرد از همین آدم صالح و خودش هم صالح میشود و فضیلتش به وجود میاد. چقدر به آدم خوب گردید خوب میشوید، چقدر به آدمی بد گردید بد میشوید. کسی که در گرد و اطراف فرعون میگشت یا از همه نزدیکترین آدم به فرعون بود، بدترین آدم حساب میشد بعد از فرعون، به مانند هامان وزیر فرعون بود. الله در قرآن ذکر کرده است فرعون و هامان. فرعون بدترین انسان است و هامان هم بدترین انسان است، برای آنکه جانشین فرعون، یکی از نزدیکتران فرعون. اگر انسان بدترین آدم باشد، در گرد و اطرافش بوده انسان ها هم بدترین است بعد از او و لشکرش بدترین لشکر است. از همین جد میگیم که حاکمی که کافر است لشکرانش کافرند. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم افضل ترین انسان از آدم علیه السلام تا روز قیامت،
مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم این چنین فضیلت دار کسی دیگر وجود ندارد. نه آدم، نه نوح، نه ابراهیم، نه موسی و نه عیسی علیهم السلام، همه اشون فضیلتشون از رسول الله کمتر است. افضل ترین سید ولد آدم، افضل ترین اونها، خلیل اونها، بزرگترین اولوالعزم این رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. 315 رسولان وجود دارد، چندها هزار پیامبر انبیا وجود دارد. از درون اینها 315 بیگویم بارک الله فیکم رسول وجود دارد و از درون همین 315 یا کمتر رسولی وجود داشته. بهترین آنها 5 نفر هستند که اولوالعزم گفته میشد. اولوالعزم من الرسل اینها نوح، ابراهیم، موسی و عیسی. از درون این 5 نفر از همه بهترین ابراهیم و محمد هستند صلی الله علیه و سلم و هر دو اینها چی هستند؟ علیهم السلام خلیل الله هر دوشون هستند. ابراهیم الخلیل و محمد خلیل الله. محمد را حبیب الله گوید، این البته که یک کمبودی کردن در حق رسول الله است. محمد حبیب الله نه بلکه خلیل الله باید گفته شد، زیرا که کلمه خلیل از معنایش و اثبات کردن محبت از کلمه حبیب دیده زیادتر است. کلمه حبیب معنایش کمتر است و محبت رو کمتر اثبات میکند. از همین جهت پیامبر صلی الله علیه و آله در روایت مسلم خودشون میگن که اتخذنا الله خلیلا کما اتخذ ابراهیم خلیلا. الله مرا خلیل خود قرار داد، یعنی از همه دوست داشته ترین انسان خود قرار داد، چه خیلی که ابراهیم رو خلیل کرد. و از درون این دو خلیل از همه بهترین انسان کی است؟ بهترینشون محمد صلی الله علیه و سلم است. ما البته درباره محمد صلی الله علیه و سلم در حلقه آینده درباره فضیلتشون، خصوصیتشون یا که در حاضر در آخر حلقه به شما بیان میکنیم. پس از همین جهت که پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین پیامبران هستند، بهترین انسان هستند، شاگردانشون، اصحابشون، دوستانشون بهترین انسان ها بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند. اگر پیامبر بهترین پیامبران باشند، صحابگان بهترین صحابگان هستند. از درون پیامبران بهترین پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم هستند و از درون شاگرد پیامبران، امت پیامبران، بهترین امت پیامبر امت محمد صلی الله علیه و سلم هستند. و این به قرآن و به سنت و حتی در کتاب‌های گذشته به تورات و به انجیل و حتی در غیر این در دیگر کتاب‌ها ثابت شده است و به این شکی نیست و این به اجماع اهل سنت و الجماعت است. پس فضل صحابه از کجا به وجود آمده است؟ به فضل هم صحبت شدن به رسول الله صلی الله علیه و سلم. این خود به خود به وجود آمده است که این هم صحبت شدن به رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس هر صاحبان بگیم، هر پیامبر به خودش صحابه دارد. همون پیامبر چقدر قدر و منزلت داشته باشد، صحابه ها هم از همون قدر و منزلت همون وابسته میگیرند. قدر و منزلت پیامبر ما که از همه بهترین و افضل ترین بود، صحابگان هم از همه بهترین و افضل ترین شدند. خیلی که بله پیامبران از همدیگر فضیلتشون از همدیگر فرق دارد. الله به بعض پیامبر فضیلت رو زیاد کرده است و بعضی ها رو بهترین و افضل ترین پیامبر کرده است، چگونه که محمد صلی الله علیه و سلم رو کرده است. اما ما نباید غلو بکنیم و بگوییم که این دنیا و همه زمین و آسمان ها به خاطر پیامبر خلق شده است. نه، این باطل است. این سخن اعتقادی این قبوری های این صوفی ها است، بلکه این زمین و آسمان و این فلک این همه به خاطر یگانه توحید و به خاطر لا اله الا الله خلق شده است. چه که الله میگه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من خلق نکردم انسان ها و جن ها را مگرم به خاطر ای وحیدون، به خاطر توحید، به خاطر لا اله الا الله، نه به خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم. و رافضه ها و این چنین صوفیای قبوری غلو میکنند و میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم اولین خلق شده هستند و از قطره پیامبر صلی الله علیه و سلم، از قطره آب‌هایی که از بدن پیامبر صلی الله علیه و سلم خارج شد یا که ریخت، از همین زمین و آسمان آدم ها خلق شدند. این همه باطل است و این همه دروغ است و بفته است. غلو در حق پیامبر نکنید، چه خیلی که گفتیم. اما پیامبر بهترین پیامبر بودنشون این ثابت است به سنت صحیح و به قرآن کریم. در سوره بقره آیه 253 الله میگه تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات. تلک الرسل، انا این رسول ها بعضیشون رو از بعضی دیگرشون با فضیلت تر و پرفضیلت تر قرار دادیم و بعضی از این رسولان با الله صحبت کردند. اینها کی هستند؟ موسی کلیم الله و این چنین محمد کلیم الله. محمد صلی الله علیه و سلم صفت کلیم الله دارند. وقتی که به معراج برآمدند
با الله سبحانه و تعالی صحبت کردند. و رفع بعضهم درجات، و بعضی پیامبران را از بعضی دیگر درجهشون رو بالا کرد. در سوره اسراء 55 الله میگه ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض و اتینا داوود زبورا، همانو که بعضی از رسولان رو، نبی ها رو از بعضی دیگر با فضیلت تر قرار دادیم و به داوود زبور رو چی کردیم؟ نازل کردیم. یعنی زبور این کتابی که به داوود علیه السلام نازل شده است. در قرآن 3 کتاب غیر از قرآن ثابت شده است: زبور به داوود، و تورات به موسی، و انجیل به عیسی علیه السلام. پس انمین است که از هم دیگر فرق دارند. الله یعنی ببینید و رفع بعضهم درجات گفت در سوره بقره 253 که مرادش رو الشعبی و مجاهد چی گفتند؟ این پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم است که شأنشون رو و نامشون رو و درجهشون رو الله از همه بالا کرد و بعد از رسول الله صحابگان رو. بارک الله فیکم. رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابگانشون در بسیاری از کتاب‌های آسمانی که پیش از قرآن بود ذکر شده است. فضیلتشون در کتاب‌های گذشته اومده است. حتی فضیلتشون و بزرگ بودنشون و قدر درجه آنها بزرگ بودنش رو الله ذکر کرده است. بارک الله فیکم. در حالتی که می‌بینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در فضیلت صحابگان یگان امت صحبت نکردند، نه درباره فضیلت صحابگان موسی، نه درباره فضیلت صحابگان عیسی سخن نکردند، اما در همه امت‌ها، در همه پیامبرها کتاب‌هایشون و در سخن‌هایشون فضیلت رسول الله و فضیلت صحابگان رسول الله ذکر شده است. این چی را دلالت می‌کرد؟ این دلالت می‌کرد که در حقیقت پیامبر ما فضیلت زیاد داشتند و صحابگان رسول الله این چنین بهترین فضیلت را داشتند و این هم دلالت به فضیلت صحابگان می‌کرد. نظر بکنید به سوره فتح آیه 29. الله میگوید محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بارك الله فيكم. در این آیت الله سبحانه و تعالی فضیلت رسول الله و فضیلت صحابگان را ذکر میکند و این آیت بزرگترین است که امام مالک همین آیت را حجت میگرفتند و تکفیر میکردند کسایی را که نسبت صحابگان بغض دارد، عداوت دارد یا صحابگان را دشنام میکند. میگفتند در اساس همین آیت هر کسی که نسبت صحابگان بدی دارد، بغض دارد، کافر است میگفتند. الله میگوید محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و آنهایی که با همراهی رسول الله هستند، یعنی صحابگان رسول الله هستند، اینها سخت اشدا، یعنی سختگیر، غلیظ در حق کفار بودند، اما در بین خودشون، در بین مؤمنین مهربان بودند، یعنی براءت بر کفار داشتند و موالات بر موحدین داشتند. ما هم این چیز رو باید عمل بکنیم. تراهم، میبینی این صحابگان رسول الله که رکوع میکنند، سجده میکنند و فضل الله و رضایت الله را میخواهند و در چهره هایشان اثری سجود وجود دارد و انمین صحابگان و پیامبر را فضلشان را در تورات هم ذکر شده است. ببینید الله خودش خبر داده شده است که در تورات هم فضیلت محمد صلی الله علیه و سلم و فضیلت صحابگانش ذکر شده است و این چنین و مثلهم فی الانجیل و مثال آنها، نمونه اینها یعنی ذکر اینها در انجیل هم ذکر شده است. بارک الله فیکم. پس الله سبحانه و تعالی آشکار و واضح بیان کرده است که فضیلت صحابگان و فضیلت رسول الله صلی الله علیه و سلم نه فقط در قرآن، ببینید در کتاب‌های گذشته وجود دارد.
شیخ عبدالعزیز الطريفي در شرح در همین مسئله در کتاب الخراسانیه میگند که بلکه میگند ذکر فضیلت پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگانشون نه فقط در تورات و انجیل بلکه در بسیاری از کتاب‌هایی که پیش از تورات و انجیل بوده ذکر شده است، بیان شده است. عبدالعزیز الطريفي یکی از محدث علامه امروز در ترمه این طاغوت‌ها وجود دارند، الله نجاتشون بدهد، فک الله اسره حفظه الله. میگویند که البته که در هندوستان در یک نزد علمای محدثین هم تعلیم گرفتن، میگن که من میگن در هندوستان در از کتابخانه‌های قدیمش که استفاده می‌بردن، میگن از کتاب‌هایی که نسبت داده شده است به کتاب‌های قدیم پیش از آمدن پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی 1.5 سال 2000 سال پیش، یعنی کتاب‌هایی که نوشته شده است گفتند استفاده بردم که این کتاب‌ها گویا که نسبت داده شده است به همون پیامبرایی که در هندوستان آمدند. البته ببینید پیامبرهایی که 25 نفر در قرآن پیامبر نامشون ذکر شده است، شما فکر نکنید که فقط پیامبران 25 نفر هستند. حدیث رو البانی ذکر می‌کند و میگه که 124,000 پیامبران آمدند. البته الله سبحانه و تعالی از همونها فقط 25 نفرش رو به ما خبر داد. بعضی از علما این حدیث رو ضعیف، بعضیشون صحیح میکنن، لیکن صحیح همین است که پیامبران زیاده به این دنیا آمدند. به فارسی ها پیامبر آمده است، نامش رو بعضی کروش و غیره میگن، و به هندی ها و به همه قوم پیامبر آمده است. بارک الله فیکم. از همین جهت بعضی از همون دین های باطلی که هست اگر نظر بکنید اصلش پیامبر وجود داشت، در حقیقت به یکتا یگانه الله را عبادت کردن دعوت میکرد، امتشون گمراه شدند. چه که امروز امت پیامبر صلی الله علیه و آله گمراه شده، مشرک شده ایستادند، دین رو تغییر داده ایستادند، همین امت ها تغییر دادن دین رو و بعضیش بودی شد و بعضیش این شد و بالاخره گفتند عبدالعزیز طريفي که من حتی به کتاب های قدیمی اونها نظر کردم که پیش از اسلام نوشته شده است، در همه این کتاب ها ثابت شده است و آشکار و واضح نوشته شده است نام پیامبر صلی الله علیه و آله به اسمه صریح، به نام صریحشون محمد ذکر شده است و به نام امتشون، به نام مادرشون و نام پدرشون و وصفهایشون به مانند محمود، مهاجر، یتیم و غیره ذکر شده است و این چنین صحابگانشون ذکر شده است. میگن پس بارک الله فیکم، پس هیچ خلاف نیکی فضیلت صحابگان محمد صلی الله علیه و سلم رو نه فقط من و شما امت محمد بلکه دیگر امت های گذشته، امت موسی، امت عیسی و امت داوود، همشون میدونستند که در آخر الزمان بهترین یک پیامبر می آید، افضل ترین پیامبران است و بهترین اونها است و خلیل الله است. در درون پیامبران افضل ترینش و خاتم النبیین امین محمد است و شاگردانش، صحابگانش بهترین انسان ها و بهترین امتی حساب کرده میشد. بارک الله فیکم. پس حق همین است که نباید فضل صحابگان انکار کرده شد. ما باید هممون فضل صحابگان رو بدانیم، احترام بکنیم، زیرا که فضل آنها به اجماع ثابت شده است، به قرآن و سنت و به اجماع ثابت شده است. نباید در حقشون کمبودی بکنیم. کمبودی کردن این که به اهمیتی بکنیم یا که نآموزیم. ما باید بیاموزیم سیرهشون رو و به فرزندهایمون تعلیم بدیم. بارک الله فیکم. و علما میگویند که هر کسی که نسبت صحابگان رسول الله به احترامی میکند، کم نظری میکند، این همان انسانی است که از اسلام نصیبی ندارد و در نزد الله این یگان قدر و منزلت و کمکی ندارد و این دوست الله نیست بلکه این دشمن حساب میشد و این چنین انسان در نزد رسول الله هم نه منزلت، نه قدر، نه فضل دارد و این چنین در نزد مؤمنین و موحدین هر کسی که صحابه را به بدی یاد میکند یا کمبودی نسبت اونها میکند یا به احترام میکند، در نزد مؤمنین و موحدین هم قدری ندارد، یگان کرامت ندارد. بارک الله فیکم. این بود یک حلقه در حق صحابگان رضی الله عنهم و در حلقه آینده مختصرا بگویم خصوصیت های رسول الله را ذکر میکنیم، فضیلت های رسول الله را ذکر میکنیم و بعد از این باز خصوصیت ها و فضیلت های صحابگان را با آیات و با حدیث ذکر میکنیم و عقیده را در بالاشون ذکر میکنیم که بهترین صحابگان اول کی است و بعد از این طبقه به طبقه همشون رو بیان میکنیم. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.